سلام خدمت مخاطبان فرمول 1 نیوز ایران، عاشقان فرمول 1 ایران زمین. قصد داریم توی این ویدیو به بررسی رده‌بندی 22 راننده فصل 2023 مسابقات فرمول 1 بپردازیم. شاید بپرسید که فرمول 1 20 راننده که بیشتر نداره، پس وجود 22 راننده برای چیه؟ و علت اون هم جابجایی و تغییرات نیم فصل اول تیم آلفا تائوری هست که باعث این تفاوت شده. خیلی خوب، بدون اتلاف وقت بریم سراغ بررسی. شماره 22 نیک دوریس. اندکی تأسف‌آوره که ماشین او در ابتدای فصل هیچ جایگاهی از نظر سرعت نداشت. تعاون او با سونودا به طور مداوم خصوصا در ابتدای فصل که راننده ژاپنی به خوبی عمل کرد فاش شد. شماره 21 لوگان سارجنت. در کل سرعت خوبی داشت، نه سرعتی به اندازه آلبون، با این حال فقط نمیتونست از اون درست استفاده کنه، چه به دلیل تصادفات غیر ضروری با صدمات بالا یا نقض محدودیت‌های پیست. خیلی خوش شانس بود که به دلیل عدم وجود جایگزین مناسب تو تیمش صندلی خودش حفظ کرد. شماره 20 کوین مگنسن کاملا تحت شعاع همتیمی آلمانیش قرار گرفته. ظاهرا ویژگی‌های خودروی خاص به سبک رانندگیش کمک نمی‌کنه، اما این بهانه کافی نیست. فقط میتونست در پیست‌های خیابانی عملکرد خودش رو به نمایش بذاره. طبق شایعات اگر تغییری ایجاد نشه، فصل آینده میتونه آخرین فصل حضورش تو هاس باشه. شماره 19 ژو گوانیو. عملکردی ناشناس و غیر واضح تقریبا در تمام طول فصل داشت. قوی‌ترین آخر هفتهش در بارسلونا، به خصوص تو مسابقه که اون احتمالاً میتونه حتی بالاتر از جایگاه نهم به پایان برسونه. تلخ‌ترین آخر هفتهش تو مجارستان بود، جایی که نتیجه قوی تعیین خط با رده پنجم برای اون تو مسابقه بی‌نتیجه بود. با توجه به اخبار معتبر و آتش زیاد تو پورشه، جایزه بزرگ چین میتونه اولین و آخرین جایزه بزرگ خانگی اون باشه. شماره 18 لنس استرول. شروعی نسبتا مناسب در ابتدای فصل، پایانی مناسب در انتهای فصل، اما بقیه چیزا کاملا نفرت انگیز و بد بود. 7 مرتبه در مرحله اول تعیین خط با خودرویی که در بیشتر مواقع سرعت صعود به مرحله سوم تعیین خط رو داشت حذف شد. از طرف تیم تنظیم و اصلاح نگرش برای اون لازمه، اما همونطور که میدونیم اونو دریافت نمیکنه قطعا. شماره 17 سرجیو پرز. شما اینجا چیکار میکنی آقای پرز؟ احتمالاً عجیب ترین و نامحبوب ترین جایگاه همین جایگاه باشه. فصل قوی شروع کرد، حتی تو یک مبارزه مستقیم تو باکو از وستاپن بهتر عمل کرد. از وستاپن تو میامی شکست خورد و در آخر هفته بعدی با تصادفات و حذف‌های متعدد تو تعیین خط حرفی برای گفتن نداشت. حرکت‌های اشتباه زیادی تو مبارزات چرخ به چرخ انجام داد که سنگاپور و ژاپن معروف‌ترینش بود. در اواخر فصل کمی بیشتر شروع به جمع‌آوری امتیازات و بهبود عملکرد کرد. به طور کلی یک فصل بسیار ناامیدکننده رو سپری کرد، اونم با ماشینی که در اختیار داشت. صندلی اون نیز چندان محفوظ نیست و در فصل آینده باید عملکرد قابل توجهی داشته باشه. به لطف این مرد ما تونستیم کفی خودروی ردبول رو بهتر ببینیم. شماره 16 دنیل ریکاردو. احتمالاً پیچیده‌ترین بازگشتی که اون میتونست به لطف مسئولیتش در هلند تصور کنه. نشانه‌هایی از وجود ریکاردو قدیمی با عملکردهای شگفت‌انگیزی مانند جایزه بزرگ مکزیک نشون داد، جایی که اون تونست با تیم‌ها و رانندگان برتر در تعیین خط و مسابقه مبارزه کنه. همچنین اون باید دست خودش رو تحت فشار می‌ذاشت تا سونودا رو تو آخر هفته‌ای که با هم مسابقه میدادن شکست بده. فصل 2024 برای اون یا ساخت فرصت تازه است یا شکست مجدد. دنیل استرالیایی همچنان از کاندیدهای کسب صندلی ردبوله. لیام لاسون به معنای واقعی کلمه در شرایط مهم قرار گرفت و به خوبی از پس فرصتی که بهش داده شد برآمد. سنگاپور اصلی‌ترین نقطه‌ای بود که اون اولین امتیاز خودش رو به دست آورد و هر دو ردبول رو هم از تعیین خط حذف کرد که حتی همین امروز هم جالب و عجیب به نظر میرسه. قطر نقطه ضعفش بود، اما قرار بود بالاخره در مقطع این اتفاق براش پیش بیاد. اگر تا سال 2025 صندلی کسب نکنه قطعاً بسیار متعجب خواهد شد. این پسر پتانسیل بالایی داره. شماره 14 استبان اوکون. سالی پر از بدشانسی، اشتباهات و البته پنالتی. همبازی شدن با همتیمی جدیدش قطعا اون چیزی نبود که اون تصورشو داشت. بعد از اینکه قبلا در مورد کار بزرگی تو شکست دادن آلونسو تو سال 2022 لاف میزد و پیازداغشو زیاد میکرد. موناکو، وگاس و سنگاپور با وجود DNF قوی‌ترین عملکردش بود. استرالیا احتمالاً به عنوان ضعیف‌ترین عملکرد اون شناخته بشه با توجه به اینکه کلی از کسی عقب بود. او قول یک قدم بزرگو برای سال 2024 داد و به اونم نیاز داره. فصل پیش رو براش حائز اهمیته. شماره 13 والتری بوتاس. به سختی میتونست با خودرویی که در کل سال از نظر سرعت هیچ جایگاهی نداره تاثیر بذاره. عملکردهای خوبی تو تعیین خط داشت، اما چیزی برای برتری تو مسابقات وجود نداشت مگر اینکه اتفاقی در جلو رخ میداد. آخر هفته‌های ضعیفی داشت، اما در کل فصل خوبی براش بود. شماره 12 نیکو هالکنبرگ. طوری عملکردش رو نشون داد که انگار هرگز این ورزش رو ترک نکرده بود. بیشتر اوقات در فصل اون حداکثر جایگاهی که با خودروی خود تو تعیین خط به دست می آورد با ضعف ماشین هاست در طول مسابقه از دست میداد. اگر میخواد در آینده نزدیک شرایط بهتری داشته باشه باید عملکرد خوب خودش رو ادامه بده، چرا که به نقل از اخبار معتبر
برقرار به نظر میرسه آودی و سابر مشتاق استخدام او هستن. شماره 11 یوکی سونودا پیشرفت‌های بزرگی توی یکی دو سال گذشته داشته. به نظر میرسه نقش خودش رو به عنوان یه رهبر تو تیم پذیرفته. سرعت خوبی رو نشون داده و در 2023 همه هم‌تیمی‌هاشو پشت سر گذاشت و به خوبی از پس هر سه اونا برآمد. باید اشتباهات تصادفی خودش رو حذف کنه، چرا که او در آینده جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت. به نظر میرسه مدیران هوندا اون رو برای استون مارتین زیر نظر داشته باشن. شماره 10 پیر گسلی در اولین فصل خودش در خارج از فضای ردبول کار قابل احترامی انجام داد. اعتراف کرد که مدت‌ها طول کشید تا با اعضا و رویه‌های تیم آلپین سازگار بشه و این کار هم به خوبی انجام داد. در تمام فصل با هم‌تیمی خودش همسان شد و در نیمه دوم هم او رو به چالش کشید. شماره 9 جورج راسل یک ناامیدی بزرگ پس از بروز نشانه‌های امیدوار کننده در سال قبل. عملکرد نسبتا خوبی تو تعیین خط داشت، اونم نه شگفت‌انگیز، فقط معقول، اما فرصت‌های خودش رو برای مدت زیادی در مسابقات هدر داد. در ملبورن بدشانسی آورد، برای خودش و تیم در سنگاپور و کانادا و وگاس هزینه تراشید. اون به تغییر گسترده رویکرد در مسابقات نیاز داره، به خصوص در مورد حفظ و مدیریت لاستیک. سال 2024 بدون توجه به رقابتی بودن ماشینش سال بزرگی برای اون خواهد بود. شماره 8 اسکار پیاستری وقتی دنیای فرمول 1 در سال 2023 استعداد جدیدی به خودش دید. ناشناس در دو مسابقه اول. ماشین هیچ جایگاهی از نظر سرعت نداشت، اما وقتی ماشین خوب شد، اون همیشه در رقابت بود. سرعت در یک دور خوب نمایش داد، چیزی که برای نوریس به ندرت ممکن بود. با این حال باید روی مدیریت تایر خودش کار کنه. اگر اون کارو انجام بده، یک تهدید بزرگ در آینده برای رقبا خواهد بود. شماره 7 الکساندر آلبون به تنهایی تیمو به بهترین نتیجه از سال 2017 رسوند. استرالیا به عنوان تنها مسابقه که فرصت خودش رو از دست داد حساب میشه. خیلی خوبه که ببینیم اون در برابر معیار مناسبی که همتیمی فلیش در اون نیست چجوری عمل میکنه. اون نیازمند همتیمی سرسخت‌تریه. نشان داد ویژگی‌های خوب رهبری رو داره. شماره 6 لندو نوریس در تمام فصل سرعت و مدیریت تایر باور نکردنی رو نشون داد. با این حال باید روی اشتباهات تعیین خط خودش کار کنه. اون در فصلی که گذشت خیلی از اونها رو مرتکب شد. با توجه به نفرت و اهانت زیادی که از سوی برخی از افراد دریافت کرد، یکی از دست کم گرفته ترین فصل‌ها برای اون محسوب میشه. شماره 5 کارلوس ساینز فصل رو نسبتا خوب شروع کرد، اما اون رو بسیار ضعیف به پایان رسوند. فقط در دو نقطه از فصل بود که در اون بسیار چشمگیر عمل کرد، آن هم زندورت و سنگاپور بود. در این صورت اون همیشه مشغول دست و پنجه نرم کردن در میان رده‌ها بود. اشتباهات کمتری نسبت به سال گذشته داشت، اما باز هم عملکرد برجسته‌ای برای راننده اسکودریا فراری نبود. شماره 4 چارلز لکلرک بدشانسی و حوادث عجیب زیادی در ابتدای فصل و البته آخر فصل داشت، علل خصوص بحرین و برزیل. در اولین مسابقات پس از تعطیلات تابستانی عملکردی تا حدودی ناشناس داشت. از سوزوکا به بعد بهترین حالت خودش رو داشت و تقریبا همتیمی خودش هم به چالش کشید. فقط به ماشین نیاز داره تا بتونه یک شنبه بهترین عملکردش رو ارائه کنه. ترکیب عملکرد عالی روز یک شنبه و شنبه برای اون دیدنیه. شماره 3 لوئیس همیلتون نیمه اول فصل رو بسیار قوی شروع کرد، به خصوص بین موناکو و اسپا که پول پوزیشن مجارستان نقطه برجسته فصل اون بود، جایی که از روز شنبه از عرش به روز یک شنبه به اشتباه خودش به فرش رسید. پس از تعطیلات تابستانی کمترین تاثیرگذاری رو داشت، با تنها 2 آخر هفته قوی، برخی اشتباهات مشهود همچون قطر و چند آخر هفته پایانی ضعیف، همچنان به خودروی مرسدس بی‌اعتماد و ناراحت. شماره 2 فرناندو آلونسو فصلی پر از فراز و فرود داشت. شروع قابل توجه و پرقدرت در ابتدای فصل، میتونست تو موناکو پول پوزیشن بگیره و حتی پیروز بشه، اما تیم در روز مسابقه با استراتژی عجیب همه چیز رو به هم ریخت. اشتباههای نامشخص و عجیبی در سنگاپور، مکزیک و وگاس انجام داد. ماشین به تدریج بدتر شد، اما همچنان با کسب رتبه 4 در قهرمانی جهان بهترین استفاده را از اون کرد. شماره 1 مکس ورستاپن سلطه‌ای مطلق، خسته کننده برای رقبا و بدون اشتباه. از سال 2021 زمانی که نوبت به ثباتش رسید، معیار جدیدی رو برای این ورزش تعیین کرد. برخلاف دیگران، ستاره هلندی اجازه نمیده چیزی اون رو متوقف و یا حتی حواسش رو پرت کنه. فرصتاشو با ماشینش دید و همه رو به خوبی استفاده کرد. امید اینکه فصل جاری دیگران کارو برای اون حداقل یه ذره سخت‌تر کنن. خب این بود رده‌بندی 22 راننده فرمول 1 فصل 2023. نظر شما راجع به این رده‌بندی چیه؟ شما چه رده‌بندی رو برای راننده‌های فرمول 1 فصل 2023 انجام میدید؟ نظر خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. همچنین ما رو در صفحات مجازی و یوتیوب فرمول 1 نیوز ایران سابسکرایب و فالو کنید. با فرمول 1 نیوز ایران همراه باشید.